انشاءالله خدا خواهد الله یک ساعت مقرری انشاءالله فرصت دهد به شما عزیزان. انشاءالله درباره انشاءالله تفسیری خدا خواهد آیت های مبارکه سوره گاو بقره، عربا بقره تون گاو میگن. انشاءالله خدا خواهد یک سوره کلانترین خدا که 186 آیت عبارت است. عزیزان من انشاءالله خدا خواهد موفق انشاءالله بعضی انشاءالله خدا خواهد سوالی برادران 5 آیتش که درباره مؤمنان دلالت میکنه خدا خواهد انشاءالله 2 آیتش در حق کافران، باقی مانده چند آیتش انشاءالله خدا خواهد درباره منافقان خدا خواهد انشاءالله صحبت میکند. این سوره محترم جماعت در مدینه منوره نازل شدگی است. از 286 آیت عبارت است. خدا خواهد این نام سوره از همین سوره بقره آیت 67 73 عمومی گرفته شدن نام گذاشتگی انشاءالله خدا خواهد. این سوره درازترین قرآن به حساب می رود، بسیار سوره درازترین انشاءالله خدا خواهد. از موضوع مضمونش، از انشاءالله سوره هاش الحمدلله و قانون هایی که انسان در این دنیا خدا خواهد نیاز دارد انشاءالله، یعنی بزرگترین حکم های شریعت خدا خواهد انشاءالله، عقیده، عبادت، معاملات، این مناسبتش زن و شوهری، طلاق، عده، قرض، پرسنت انشاءالله خدا خواهد در این انشاءالله سوره بیان میشود خدا خواهد. ابتدای حرف این انشاءالله خدا خواهد 4 آیتش الحمدلله صفت مومنا را بیان میکند، 2 آیت عادت کافرا و 13 آیتش اخلاق منافقا را انشاءالله خدا خواهد بیان میکند. عزیزان من انشاءالله تفسیر جلالین نمی بیان شدگی خدا خواهد انشاءالله، یعنی الله سبحانه با اسلوب خاص نیک بختا بدبختا انشاءالله در حق انشاءالله پدر ما و شما ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام انشاءالله خدا خواهد حادثه های عجیبی دوره های گذشته حضرت آدم علیه السلام انشاءالله به دلیل ها انشاءالله خدا خواهد یعنی حکایه میکند این کتاب الحمدلله خدا خواهد. مقصد بسیار چی است؟ یعنی بلند انشاءالله خدا خواهد یعنی حکم ها است انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم به نام خداوندی که به اندازه مهربان نهایت انشاءالله با رحم است، رحمان الرحیم. آیت اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم. بس حرف آغاز می شود. عزیزان من معنای این حرف را بجز خدا کسی نمیداند. فقط معنای الف لام میم فقط الله سبحانه و تعالی میدوند و پیغمبری بزرگوار محمد، بعضی مفسران میگن پیغمبر علیه السلام معنیش میدونستن، اینکه برای ما و شما بیان نیست خدا خواهد انشاءالله. بینید ما همین قدر میدونیم که انشاءالله خدا خواهد چی است، این فقط معناش الله سبحانه و تعالی میدونه. همین خیلی با حرف آغاز میشدگی سوره 29 سورنده همین خیلی با حرفای تنها حرفای هجایه میگن اینا، یا که بعضی انشاءالله خود حروف یعنی مقطعات میگنش، حرفایی که از هم بریده شدگی، یا که حروف الفتوه السوره، حرفایی که انشاءالله خدا خواهد یعنی آغازای سوره میگنش، و حروف الهجا حرفای الف بایی تنها هجا نام ها که این حرفا را میگن. 29 سوره با همین حرفا مثل یاسین، سوره صاد، حمیم، قاف، کاف، حیا، میم، عین و ها کذا سوره ها چی میشه با همین حرفا انشاءالله خدا خواهد چی میشه سر میشه. بلکه این حرف احوالا با الله میکنیم انشاءالله خدا خواهد، الله خودش دانا است انشاءالله، بلکه این حرفا که خدا خواهد آغاز این سوره ها را میکند. دویم آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این قرآن میگه خداوند کتاب است که در این یگان شک و شبهه نیست، نیاز نبرارین.
قرآن ده یگان شک و شبهه گمان راه نمی رود. تو گمان نکی که این کتاب یک مخلوق نیستگیه، بلکه این خاصتا کتابی که خالقه الله سبحانه و تعالی. این کتاب خدا خواهد انشاءالله یعنی بیشک بیشبهه با واسطه جبرئیل امین و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ الحمدلله در دوامی 23 سال چیکارش کرد؟ خدا حق سبحانه و تعالی نازلش کرد انشاءالله خدا خواهد. هدی للمتقین، این کتاب میگه هدایت کننده است مرکی پرهیزگاران را. پرهیزگار کی را میگن؟ پرهیزگار بودگی آدم از کنی فرموده های خدا را بجا می آوردگی شخص، نماز، طاعت، روزه، زکات، حج و هکذا. از منهیاتش من میشدگی، بی نمازی، زنا، عرقخوری، فالبینی، قیماربازی من میشدگی آدم ها را متقی میگن اسلام ده. اگر بین آغشته باشه تو متقی نیستی، تو منافقی. کسی که با هم نماز میخونی هم گناه میکنی روسیه، تا هم نماز خونی با هم گناه کنی، این چی معنی داره؟ این مسخره باز میگم من اینا. تو خیال میکنی خدا عمل من آید میاد خدا خواهد، اینو خیال میکنی که ما خدا فریب میکنیم، خدا ما را نمیبینه. خدا انشاءالله خدا خواهد میبیند، الله همیشه میبیند خدا خواهد انشاءالله، همیشه جزات میتیالی ولی در پیش جزا خدا خواهد انشاءالله. کسی که منهای خودش میداره میگن اینها هدایت یافتگان هستند، رای حق میگشتگی هستند، تقوادار هستند، حقیقی خدا ترس هستند. در دوام آیت خدا میگد استعیذ بالله الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. این تقوادار با یک صفتش است کسانی که میگن به غیب ندیده ایمان میارن. و شما جنت ندیدیم، دوزخ ندیدیم، ترازو را ندیدیم، قیامت ندیدیم، قبر ندیدیم، ندیده ایمان میارن میگن حق است. میگن سوال جوال قبر حق، الجنت حق و النار حق و المیزان حق و القیامت حق. همین میگه چیکار میکنن؟ و یا ایمان میارن میگن. بینه یکی دیگرش به یقیمون الصلاة و نماز چیکار میکنن؟ میگه برپا میدارن انشاءالله خدا خواهد. تقوادار یک صفتش نماز خدا خواهد انشاءالله چیکار میکند؟ یعنی برپا میارد به کم و کوس به قضا. گاه بخونی گاه بار نخونی، لیت نزین نخونی یا مسافر پرتایش، گاه بخونیش گاه نخونیش. این نماز این متقی نیستی. متقی به یگان کم بودی، به یگان انشاءالله خدا خطا نماز ادا میکنی، چی در امریکا هستی چی در گرمانی هستی فرق نداره، کجای باشی الله حاضر و ناظره. همون جندم نماز فرضه، همون جندم فرمان خدا فرضه، همون جندم زنا حرومه، همون جندم دزدی حرومه، همون جندم فالبینی حرومه، همون جندم مردم فریب کردن، طلا و تعارض و ظلم و ظالمی، همون جندم حرومه. یاد نبرونی حکم قرآن با کل دنیا بس است، کل دنیا کدام مملکت میره خدا خواهد انشاءالله. بینید نمیگه نماز، میگه پول برپا میدارن و مما رزقناهم ینفقون. آن سه که میگه خدا ما بیان روزی دادیم، پول و مال و دولت دادیم و نفقه میکنن کم بغلان ده، بیچاره ها ده، بیوه ها ده. یا گیم که مردم کی محتاجی دارد؟ آب ندارد، آب میبرارن، درخت میشنانن، راه میسازن، صدقات های جاریه. پلاش نچکا میکنه میگن در راه الله سبحانه و تعالی نفقه میکنن. صفتی سیمش انشاءالله خدا خواهد از مال و دنیاش انشاءالله خدا خواهد چکا میکند؟ خیری حساب میکند. یکی چی بوده است؟ به غیب ایمان آوردن خدا خواهد یک صفتش. یکی دیگرش 5 وقت نماز بی کم و بی نقصان ادا کردن. یکی دیگرش انشاءالله آن سی که خداوند رزق و روزی داد چکا میکنن؟ انشاءالله خدا خواهد خیر و احسان میکنن. در دوام آیت متقی ها را چی میگن؟
والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. و این چنین آنانی که میگه با آنچه که به سوی تو فرود آورده شد، نازل کرده شد، من قرآن ما شما ده الحمدلله قرآن نازل شد می خدا خواهد انشاءالله و ما انزل من قبلک، با اونچه که پیش از تو هم نازل شد. باید ما و شما تورات هم تن گیریم، انجیل هم تن گیریم انشاءالله خدا خواهد. 104 کتاب اومده از طرف الله سبحانه و تعالی. 4 طریقه کتاب است، یعنی موندگی 100 ورقم یک کتاب حساب می شود. 100 ورقم یک کتاب حساب می شود. ما همه میده ایمان میاریم خدا خواهد. یک تا قرآن نه، از این پیشنیستی که خدا خواهد انشاءالله ما نازل کرده میگه این حقیقی مؤمنان تقواداران بطن نگیرند. تورات هم کتاب ما و شما است، انجیل هم کتاب ما و شما است، زبور هم کتاب ما و شما است. لیکن فقط ما در فرموده دایره قرآن زندگی میکنیم. چون که وقتی که قرآن عظیم و شان که نازل شد 103 کتاب حکمش بیکار کرد. سبحان الله. ما ایمان با اون کتاب ها داریم، لیکن از روی فرموده قرآن چکار میکنیم؟ حیات میبریم، زندگی میبریم. و بالآخرت هم یوقنون. اینا بر روز آخرت هم انشاءالله باوری کامل دارن که البته قیامت میشود. خدا چندین جای قرآن سوره قیامت است، جاری چندین آیات های مبارکنده یعنی برای آمدن قیامت الله سبحانه و تعالی ما شما آگاهی دادگی، پریزیدت کردگی که هوشیار شو. آخرت قیامت میشه، حالی بایخیزی پیش الله سبحانه و تعالی جواب میتیم یک آیت. یاد نبریم خدا خواهد انشاءالله. یعنی 5 انشاءالله نشانه که برای ما شما الله سبحانه و تعالی بیان کرد انشاءالله. یعنی یکم بغیر ایمان می آوردیم، قیامت، جنت، دوزخ، ترازو، حساب کتاب، قبر، ایمان می آوردیم غایبانه. حتی ما الله ها ندیدیم که تو دیدی؟ الله ها ندیدم ما چکا میکنیم؟ ایمان آوردگیم که از روی خدا خواهد قرآن عظیم و شان. از روی انشاءالله خدا پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم که اومد و یک شعار بینی قوم و جمعیت برداشت، لا اله الا الله محمد رسول الله. تمامی دعوای پیغمبرها همین است، از آدم تا خاتم محمد صلی الله علیه وسلم چی بود؟ لا اله الا الله بود. نیست خدا مگر هم یک خداست انشاءالله خدا خواهد. و محمد فرستاده خداست، خبرچی خداست، تا که آیت های الله سبحانه و تعالی را به قوم و جمعیت رسوند. سخنهای خدا را به ما شما آگاهی داد که هوشیار شو، من خدا ان خیلی گفته ساده. علاوه به این پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث سخن گفتند که این خیلی کار است با داریم. دویم علامت انشاءالله خدا خواهد متقیا چی بده است؟ 5 وقت نماز خشوع خضوع که خدا خواهد انشاءالله پوره بی نقصان، فرضا و واجبا و سنتا و همشه بجا آوردگی آدم متقی میشه خدا خواهد انشاءالله. نماز هم یک پرنده است. کتاب صلات مسعودی نمیگه وقتی که انسان نماز خونه نماز ضایع کنه نماز دعا میکردش، پوره کاملا خونش پرندش را پرده میرفته است پیش الله دعا میکرد، اللهم احفظ صاحبنا کما حفظتنی. پروردگارا همین انشاءالله خدا خواهد بندت خوش رو حمایش که از بلا آفت و هر گونه چیزا که من چنان بهترین حمایه کرد. اگر خدا خواهد انشاءالله چله خونه مش که مثل قنات شکسته مثل پا شکسته دعا میکردن پروردگارا همین بندت ضایع کن چنانی که من ضایع کرد. دیدین انشاءالله چنان شما نماز بخونه که متقیا باوری داشته باشی که نماز قبول شد. اگر خودت باوری نباشه نماز نیست. گویی که چی دونم چی خوندم چی شد این معنی نداره. در نماز که دومدی پوره کاملا تمامی نیت جمع که بگی خدا خواهد انشاءالله. تو هیچ که پیش کیست داده اون بهش یک مخلوق و یه نینده همت کار کرد خدمت کردی اما راون سمیر نگوید خدا خواهد انشاءالله گوش تنه نقبی از یک مشتی کتکی وی ترسیده یا الله پیش نمیزی خدا خواهد انشاءالله. ان تعبد الله کانک تراه. احسان وقتی که جبرئیل سلام محمد ابوس کی مال احسان یا رسول الله ان تعبد الله کانک تراه
و این لم تکن تراه فانه یراک. چنان خدا را عبادت که گویا خدا را میبینی. اگر گفت تو خدا را نبینی، خدا تا میبینه. همچنان باید پیش خدا بس انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش رزق روزی که خدا داد چیکار میکنه؟ محتاجا و بیوا و بیچاران و کمبغلان صدقات میکنه. و به تمام جمی کتاب های آسمانی خدا خواهد، تمام پیغمبرا ایمان میاره خدا خواهد انشاءالله. همین عیسی علیه السلام پیغمبر ما است، یاد نبریم. موسی پیغمبر ما است. چی ادریس و چی تا آدم کشیده، همش ما ایمان میاریم که پیغمبرا برحق است. آمنت بالله میخونیم. یعنی آمنت بالله در صندوق دل جا که هفت چیز نه ایمان آوردن فرضه. یک تاش انکار کردی کفر میشه. آمنت بالله به خدا ایمان آوردن و ملائکتی فرشته و کتبی 104 کتاب و رسولی 124,000 زیاده پیغمبر گشته. 24,000 زیاده همش نب تن میگیر ایمان میاری خدا خواهد. ولی یوم الاخر روز قیامت نه تقدیر اینه که بعدی و بعد مردن باز زنده شدن حق است و راست است. البته باز میمریم باز زنده میشیم پیش الله سبحانه و تعالی. ان شاء الله خدا خواهد یک محکمه سودی داره خدا. این روز محکمه دنیا چیزی سود و پرکرار است، همچنان روز قیامت الله خود سود میشه ان شاء الله خدا خواهد. خودش هر یکی ما رو یک سود میکنه. الله نگه داره. او سود ما با من فقط گذاره. از این سود دنیا بینه چقدر غم میخوری، چقدر تو بچت برمدن تا بگیم که آزاد شدن شد در خانت حلاوت شیرینی نیست. اگر مبادا بچت میکنه یک برادر در ویس هر روز من میبینم که پدرش آبی دیده دارد، برادرش خواهرش میآید آبی دیده کرد، مادرش آبی دیده دارد. تصور کنی نکن شما اون محکمه سودی لایم اکی صاحب که خدا کرد انشاءالله. از این میلیون بالا مستخدا خواهد انشاءالله. حقیقی سودیه. نه خدا پوره میگیره، نه خدا خواهد نه شفی میگیره، نه ادوکات نمیگیره، هیچ چیز نمیگیره خدا خواهد. یک سودت میکنه خدا خواهد انشاءالله. لیکن پیغمبران اذن میگه اگر بخواد پیغمبران اذن که امتات شفاعت فقط به اذن خدا شفاعت میکنن انشاءالله. عالمان شفاعت میکنن، شهیدا شفاعت میکنن انشاءالله خدا خواهد. نبروریم. لیکن الله چی میکنه؟ سود میکنن ما شما را خدا خواهد انشاءالله. و این چنین بر روز قیامت بعدم روز قیامت چی احوالی که روح میتید همش باید ما شما تصدیق کنیم. البته گناه ها و ثواب ها کشیده میشه در ترازه است. دو پله ترازه دارد، از این دنیا نکلون است. طرفی روشن ثواب، طرفی چپ گناه تا میندازن میکشن. یاد نبرو این حق المیزان و حق میگه امام اعظم رحمت الله علیه. سوال و جواب حقه انشاءالله خدا خواهد. پل صراط حقه، پل صراط در بالای دوزخ کشیده میشه میگذری و گذرگاه هر یک انسان با بالای هوای است. فرشته ها جمع کرده سرکه میبرن. خیال نکن این افسانه نیست، این حق است و راست. حق راست تصدیق خدا خواهد انشاءالله. بعد شما چی میشه؟ حقیقی انشاءالله مؤمن میشه خدا خواهد انشاءالله. اما که میگذاریم دو آیت درباره کافران. سوره بقره آیت 6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این صفتای مؤمن بود. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خدا میگه هر آین آنانی که کافر شدن برابر است به آنها، ترسونیشان نه ترسونیشان ایمان نمیارن. نگه خدا یعنی انذرتهم ام لم تنذرهم، بترسونیشان نه ترسونیشان این کافرها ایمان نمیارن. ایتنا پیغمبری دم تن نمیگیرن، کتاب نم ایمان نمیارن، قیامت نم ایمان نمیارن، حساب کتاب نم ایمان نمیارن. بین کافرها و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن بالکل و یا باوری نمیکنن ایشا کافرها خدا خواهد. و یا میترسونی میشین نمیترسونی که پاک عذاب حساب کتاب محکمه سود الهی این کافران فرقش نیست. و حجت میگه دلیل تو کار هم نمیکند. برای چی کار نمیکند؟ بچه خاطر خدا در دوم ارمید که استعیذ بالله ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم.
تو نمیکنه، قبول نمیکنه، چون خداوند مهر زدگی در دلهای ویها و در گوشاشو و در چشماشو پرده اشاره. ولهم عذاب عظیم، برای این گروه ها عذاب سخت ترین درناک است. کسی که کافر می شود امروز حتی اینکه تاجیکای ما شما هم خیلی است، من تاجیکای ما شما هم خیال نکنیم، باور نمیکنیم، لک لک است. اسلام ملت بازی نمیکند برادران، ملت بازی نمیکند. لا اله الا الله محمد رسول ایمان بازی میکند. روز قیامت خداوند تاجیکا، ازبکا، قرقیزا، ترکمنا شما مسلمان جا نداره نمیگه. کافیرا شما گیم کنین انگلیسا، یپانسا، خیتایا، امریکانسا شما دوزخی نمیگه. از روی چی میشده؟ ایمان و عمل و اعتقاد میکنه خداوند خدا سبحانه و تعالی. امروز هر یک امریکانسایی که من در آینه جهان میبینم که از من در سخت ایمانش، هر روسا هستن که آبی دیدش جاریه شب و روز، هر انگلیسان ها هست. الحمدلله کسی که لا اله الا الله میگه، محمد رسول الله میگه، ایمان میاره و برادر منو ته و اکای منه، دادری منه، اگر دختر باشه خواری منه، زن باشه مادری منه، همش اچه و بابای ما که کسی که لا اله الا الله قطعا در کدام گوشه دنیای کنار از خدا خواهد انشاءالله و ایها با ما و شما از خدا خواهد انشاءالله بینید. میگم ما در دلهای اینها، در گوشهای اینها مور یاده و چشماش پرده کرگیم و آنها میگه چی است؟ عذابی بزرگ است انشاءالله خدا خواهد. بینید خدا تعالی مهر زدگی اینا را خدا خواهد انشاءالله، گوشه هاشوندم، چشمه هاشوندم، دل هاشون خدا خواهد انشاءالله. چون که اینا هدایت هم میگه تمنا هم نمیکنن، آرزو هم نمیکنن. بینید چون که نیکی پاداشت آخرت برای متقیان عیاد نبراده، دوزخ برای کافرای کسی که خدا خواهد انشاءالله فرمان خدا را نمیکنه، فرمان پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم نمیکنه، اینا را خدا خواهد انشاءالله الله سبحانه و تعالی در دوزخ ابدی میمونه. خیال نکنی که روز قیامت میمری خلاص شوی، نه نمیمری. روز قیامت وقتی که الله محکمه سودیش تمام میکنه، جنتی ها در جنت میدراین، دوزخی ها در دوزخ میدراین، همین مرگ به یک سوره کبش شقات میگه میارد بینی جنت و دوزخ. جبرئیل میستد، کتاب مجموع لطائف نست بعد میگه که ای اهل جنتی ها اینا میشناسه این چی ای؟ ای اهل دوزخی ها اینا میشناسه این چی ای؟ این میگه مرگ ای. من همین مرگ ها من میکشم، از همین روز عبارت دیگه شما مردن نیستکن. جنتی در جنت میمونید، دوزخی در دوزخ ابد حیات، دیگه مردن نیست. همونجا میگه میکشن همون مرگ سرش میزند حضرت جبرئیل میکشش به همین دیگه مردن تمام میشه. که جنتی در جنت، دوزخی در دوزخ عذاب کشیده. تو خیال نکنی که خدا خواهد انشاءالله با در اونجا میمری خلاص نمیشید. دنیا میگم که یک آدم باشد امروز خلاص شید، خیریت خلاص شید، خیریت بخرسه همشون که خیریت هنی جونش برمد. نه اونجا نمیمری ابد الابد. الحمدلله خدا خواهد ما چی هستیم؟ زنده و جاوید میمونی. خدا نگهدار خدا خواهد که ما شما را از اهل دوزخ میکنه. اون عذابایی که خدا خواهد انشاءالله در وی هست، خداوند اون میگن که بعضی چیزایی که در این دنیا هست میگن امین هیچ کس نشون ندهد، میگن موی سفیدا یا که یک آدم بی درد در من باشد همین درد خدا هیچ کس ندهد. این خیلی خدا خواهد او دردایی هست که علاجش نیست، او عذابایی هست که خدا خواهد انشاءالله. ابن ابو حتیم ابن عمر روایت میکنه این حدیثه که صحابه از پیغمبر الله پرسیدن، میگه ای رسولی الله ما قرآن را تلاوت نمودیم، برای خود چیز میخواهیم آرزو میکنیم. مثلا ما قرآن را تلاوت میکنیم برای خود یک آرزوها داریم و چون تلاوت خاتمه ببخشیم از آیت های بعدی ما را یک حصه ناامیدی فرا میگیرد. باید دیم آیتی که میخونیم یک ناامیدی ما را فرا میگیرد. گفت ببینید چه کار باید کنیم؟
چیکار کنیم ما که خاطرامو جمع شد دیلامو پر شود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و گفتن در جواب آیا برای شما اهل دوزخ و اهل جنت را بیان نمایم؟ گفتن صحابا من برای شما اهل دوزخی را اهل جنت یک بیان کنم؟ یعنی گفتن آره یا رسول الله. گفتن از آیت یکم سوره بقره تا مفلحون که 5 آیت گفت میخونن، گفت اینها گفت اهل جنت هستن. گفتن که بغیر ایمان میاره 5 وقت نماز میخونه، نفقه میکنه، خیر احسان میکنه، انشاءالله بغیر ایمان میارن. اینا گفت اهل چی هستن؟ جنت هستن. گفت اصحاب گفتن ما امید داریم که از همین شمار باشیم. صحابه گفتن که یا رسول ما بلکه از همین گروه هستیم. پیامبر گفتن که آره گفت شما از همین گروه هستیم. ببینید از گفتن این الذین گفتن تا عذاب عظیم، این گروه اهل دوزخانندن. دو آیتی که انشاءالله 6 و 7 اینا گفتن از اهل دوزخان هستن. گفتن که خداوند درباره اگر بگه ترسونی هم فرقی ندارد، ما مهر زدیم در دلهاشو، در یعنی چشماشو، در گوشاشو. اینا گفتن چی هستن؟ از اهل دوزخ هستن. صحابه پرسیدن که ما از این گروه نیستیم؟ گفتن یا رسول ما همین گروه نیستیم، همین دوزخی ها. پیامبر گفتن که آره شما از زمره مردمان این مردم نیستید، زیرا نوکی آخرت گفتن خوبی آخرت گفتن برای تقواداران است و انشاءالله بعدی آخرت گفتن عذابی گفتن آخرت برای چی است؟ گناهگاران است. ببینید الحمدلله شما که 5 وقت نماز میخونین، الحمدلله روزی که داد از نفقه میکنین انشاءالله خلاقت در راه الله خیر احسان میکنین، بغیر ایمان میارین انشاءالله الله یک کلیش نخلاقت تن میگیری و این شریک نمیاره انشاءالله خلاقت. شما اهلشی بدین، ما و شما اهلی خلاقت جنت هستیم الحمدلله. چطوری که پیامبر صلی الله علیه و آله با صحابه خلاقت صحبت کردن. از این جانب اکن انشاءالله خدا خواهد اهلی چرا؟ اهلی انشاءالله خدا خواهد یعنی منافقان خدا بیان میکند. استعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یقول آمنا بالله والیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. منافقان را بیان میکند. منافق گفته دو روه را میگن، هم گناه میکنه هم عبادت میکنه. باید که ما از همین گروه نباشیم. این هم اهل دوزخ میشود. خدا قرآن وعده میکنه در استعوذ بالله ان المنافقین فی درک اسفل النار. ما منافقا دوزخ پسنگش نمیپرتیم، چون که دیده دونسته گناه میکنه، میدونه همه گناه، میدونه همه حرام بدونی همه چیزا، چیکار میکنه؟ با اجراش میکنه یا که سهل حسابش میکنه، گویا چی نیست، چی پخه گناه میکنه و استغفرالله میگم خدا تسبیح میگیره، مسجد میدم رکعت نماز میخونه میبخشه. گفته کرم نگیره، با تکرار کردن گناه کلون میشود. نه برادر، با استغفار کردن گناه میده میشود. ببینید امروز حکومت مونم ببینید ما بود شما یک گناه کنی اگر سود شما را میپرسه. وقتی مرکز می همین دونسته کردی ندونسته کردی، اگر گویی که من ندونسته کردم ستیت خدا خود 5 سال میپره. من بیچاره ندونسته بیا کن. اگر دونسته کردم گویی چی؟ همون ستیه 10 باشه 10 میره. تو نمی پیش الله هم همچنانه میپرسه. من ترا پیغمبر فرستادم. گفتت عالمان را فرستادمت، میگفتنت قرآن فرستادمت به ناموس، قرآن ورق میزدی با میخوندی، همه آیت خدا خواهد زنا میدیدی، آیت آدم کشی میدیدی، آیت خدا خواهد به نمازی میدیدی. چوا کردی؟ بانگی سختر بالات میزنن. اهل جنتی ها با دوزخی ها گپ میزنن. تلفن کردی امروز تلفن هست کنه شما با خدا خواهد انشاءالله امریکا گپ زد امروز دیده بچه یکادو کتی اکاو دادر جورات کتی میزدی. همچنان اهل دوزخی ها با جنتی ها گپ میزدی. اهل جنتی ها در جنس دوزخی ها تلفن میکردن ما سلککم فی سقر. آی مردم برای چی شما وارد دوزخ شده؟ یکم جواب میگفتیم ولم نکن من المصلین، ما نماز خوان نمیدیم. شما خواهدن که بی نماز هم جنت میرن. این خیالت پرتوته بی نماز جنت نمیره.
به نماز این گروه خدا خواهد انشاءالله دو گروه 7 و 8 نمیدره، 6 و 7 نه. به نماز جای به نمازان در جنت نیست نبرار. با جنت نیست میگه جای به نمازان، ده دوزخ سزای به نمازان. نگه که تو خدا خواهد جنت میره که نماز میخونی، خدا را عبادت میکنی، تن میگیرید، 5 همون صفات درش میدره انشاءالله خدا خواهد وارد میشوی همون گروه نه بدخت انشاءالله جنتی کو. خدا تو فریب نکنی. لقمان حکیم یک خواجه داشت، غلام لقمان حکیم خودش قل بود در عصر، قل یک کسی خدمت میکرد. زمان غلامداری گم شد سبحان الله، پیشن که آدم ها رو میفروختن میخریدنش غلام میشید، مثل همین خدا خواهد حیوان معاملش میکردن، کارش میکردیدن، میزدن شو. الحمدلله این چیز برداشته شد. میگه یک شب همین لقمان حکیم بالای همین میگه وی اومد پیش مولاش، اومد که مولا شنید توبه شنو قصه لقمان هشدار که در اول بنده شخصی گرفتار غلام بود. ببین شب آمد سر بالینی حضر مولا، بگفت ای مرد غافل خیز از جا. سر خوجینش اومد که شب ای مولا خبر، گفت که ای خوجین نمیخیزی، خیز عبادت خدا را نماز نمیخونی. گفت بهش خواهان چونین غافل نخوابند. کسی که بهش اراده میکنن طوری در غفلت نمیخوابند اینا. ببینین که عابد را بگفت رو ای غلام ایزید رحیم است. دیم شب میگه اومد میگه با گفت که عابد را بهشت آماده رضوان، به غافل دوزخی پر نار سوزان. با آدم های غافل که عبادت نمیکنن و یا دوزخ ای. گفت غلام خوجه گفت بخت بیا. خوجه این چی گفت میگه رو ای غلام عزیز کریم است، برای مستعمدانش رحیم است. خدا کریم رحیم گفت من نمازم نخونم عبادتم نکنم فقط جنت رو میدم. گفت خدا میبخشم. گفت حضرت لقمان چی گفتن؟ بگفت لقمان اگر ارزم بکاری فردا هیچ گندم نبرداری. تو گفت خوجه این گفت تو گفت اگر ارزم کاری گندم میگیری، جواری کاری کچکه میگیری؟ گفتی نه تو که خود تفیده نکر. زراعتگاهی دنیا جای کشته، عبادت قیمت باغی بهشته. ای گفت خوجه این گفت باغی بهشته. گفت همین دنیا میکاری، همین دنیا میں انشاءاللہ خدا خواهد طاعت میکنی، عبادت میکنی، چی دوزخ هم چی جنت هم همین دنیا نمیکاری عزیزی من. خدا خواهد یا اهل دوزخ میشوی، کاری دوزخی ها کردن که خدا خواهد اهل دوزخ میشوی، کاری جنتی ها رو کنی چی اهل جنت میشوی خدا خواهد انشاءالله. زراعتگاهی دنیا جای کشته، همین دنیا این عمره غنیمت برادران، این عمره غنیمت دونو طاعت عبادت از دست نده. این لحظه ها غنیمت است. قبلا 1 ساعت پیش یک حکایه در اینترنت شنیدم. یک جوان حکایه دارد، میگه یک جوره داشتم عرق خور، گفتم جوره بیا توبه کردن راحت بگرد. گفتی میگه 40 درام همش بس میکنم، 40 درام تماما انشاءالله خدا خواهد عبادت میکنم و این مسجد میگیرم خداجو میشم. 39 درآمده میگه با میگه در عرق مرده برفت. میگه تصور کنی 39 درآمده 1 سالگه که با خدا خواهد 1 سالگه مزه کنم، بعد انشاءالله نماز میخونم مرد برفت. میگه قبرش نشان داد. گفت شما را مثل همین جوان دنیا فریب تو نکنه. ما شما چی فریب میکنه؟ نفقه فریب میکنه. میگه پیسه میبرم انشاءالله خواهد مسجد خدا باید. ولی بعضی با جوانای بی ایمان چی میگفته این مزه تکنه که در جوانیت، ولی پیر شایی خدا خواهد مسجد جای پیرکی ها میمردگی ها میمردگی شایی بعد همزه میره اگر سمان الان میگوید دو با 100 تا میمونی خدا دیگه اولای جور براوه خونه خدا نشته مگه میزدم تو این فریبت که خدا خواهد خود تا فریب میکنی.
آیت چی میگد؟ و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و هم منافقا چی میگویند؟ این مردم کسانی هستند که میگویند به الله و به روز آخرت ایمان آورده و حال اینکه آنها مؤمن نیستند. بعضی بچه میگه باری دور من قیامت های جنت های دوزخ های فقط مردن های و ها کذای نکی نمیکنه، ایمان نداره، باریش نیست. در این آیت میگه چهره منافقان رو آشکارا کرد خدا سبحانه و تعالی. از این مورم بعضی آدم ها میشنم من پیشی من بیاگر گپای زور میزنه تنت زن فلان پستان او پیشی منافق بیاگر و افلاس همه جا خورده است و تمام پول دزیده است شما نمیدونه نکته با و الله شاهده. همین منافق میگه تو وقتی که در مثل منافق بعض حدیثان میگه که مثل یک سالقه پیش این نماده اخچه میداره شکر نه پیش وینته اخچه میداره پیش ما نماده اخچه زور میکنه بعدی من استقوای بودم غیبت سر میکنه. این منافقه. ببین بعد اون چی میگه خدا؟ یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. خدا اینا دستمی 15 اصل پیش تا بیان کرده دست خدا. اونا میخوان که میگن الله مؤمنان را میگه فریب ده. خدا میگه اینا هم خیلی هستن که حرکت میکنن که خدا پیغمبرم فریب دیار اینا. دیدین و به تحقیقی نمیفریبن مگر خود را. خدا میگه که تو من فریب که نمیتونی، تو خودت فریب میکنی با حال اینکه تو خدا خواهد ما یشعرون این خدا خواهد اینش آگاه هم نمیشه خودت نخواه میکنن که خدا خواهد انشاءالله الله بخشنده الله میبخشه و ها کذا. این خطا های از زانی من وقت هم شده است انشاءالله خدا نصیب کند. خدا خواهد این دوام آیت ها را جمعه دیگه خدا خواهد انشاءالله بیان میکنیم. باید که ما هم باشیم که از جمله ای انشاءالله خدا خواهد این زمرهانه باشیم. عزیزان وقت شدگی است انشاءالله چند برادرها خیر احسان کرگی هستن و موزیق از حاجتی خوندن نیست انشاءالله خدا خواهد و یک گروه برادرها یعنی عاشقان الله محمدی 130,000 خدا خواهد از برادرها آورده دادن در راه الله سبحانه و تعالی. هر روز خدا خواهد خیر احسان ها ادامه دارد. الحمدلله شما شاهد هستین که از نزدیک و دورم مشاهده داریم. مسجد انشاءالله خدا خواهد زودتر جامعه عمل میپوشد انشاءالله. خدا خواهد باز برادرایی که متخصص هستین مرحمت انشاءالله خونون نشیده تیزتر خدا خواهد این کار با آخر رسونیم و در ماه زمستان آزادانه گرمک انشاءالله شرایط محیاکتی تا عبادت کردن الله مناسب بگرداند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله. ای پاک و پروردگار خدا خودت شاهد هستی. آنانی که خیر احسان کردن آنانی که در اینجا دست برداشته هستند پروردگار چی مقصد و چه آرزوها داریم خدا آنها با فضل و کرامت برای خیر بگردانی. بیماران اسلام شفا قصداراش انشاءالله خدا خواهد نجات. آنانی که در حبسخانه هستند چین که از خشلاق ما هم خدا خواهد با قایدین امروز در یعنی حبسخانه است و 4 بچه نورسی ما و شما خدا خواهد در حبسخانه ها هستند. در قطار اینا همین برادری که در شهر ایرکوت است خدا آنها خود نجات خود زودتر به اهل و عائلش و به وطن برگشتنش الله خدا آنها خود نصیب بداری. هر کی را حاجات است مقصود است خداوند با فضل و کرم برای خیر بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.